کتاب جادوی عشق، قسمت 17. بالاخره کمک خداوند از راه رسید. ما مدتها پیش تقریباً از حدود 1 سال گذشته در 2 وام خونگی شرکت کرده بودیم که من کلاً اونا رو فراموش کرده بودم. و جالب اینجاست که بگم هر دوی اون مبالغ در 1 ماه به اسم من در اومده بود. پولی به مبلغ 40 میلیون که میتونست با اومدنش به زندگی ما گره کوری که مدتها سعی در باز کردنش داشتیم رو به راحتی باز کنه. خیلی زود یک آپارتمان جمع و جور و نقلی اما پر از انرژی و حال خوب رو در کمی دور از شهر پیدا کردیم. با اینکه خونه نسبتاً کوچیکی بود اما تمام خواسته های ما رو به همراه داشت. 2 خواب کوچیک که هیچ وسیله‌ای برای پر کردنش نداشتیم. 1 سالن که با 1 دست مبل و 1 فرش کوچیک 6 متری دست دوم پر می شد و 1 آشپزخونه با صفا که 1 بالکن کوچیک اما 1 ویو و منظره زیبا همراه بود در اون قرار داشت. عاشق محوطه سرسبز و پر از گل و بلبل اون شهرک بودم. در 2 قدمی آپارتمان‌های مسکونی ما 1 محل زیبا و دنج و پر از گل برای پیاده روی بود. باورم نمی‌شد. چیزی که دقیقاً من عاشقش بودم. فاصله آپارتمان ما تا محل پیاده روی فقط 5 دقیقه بود و این خیلی فوق‌العاده بود چون هر روز صبح قبل از طلوع آفتاب میتونستم خیلی راحت خودم رو به اونجا برسونم و 1 ساعت رو در شکرگزاری و خلوت با خدا و قدم زدن بگذرونم. با آوردن چند دست رخت خواب و فرش و کمی ظرف و ظروف مایحتاج اولیه از بندر عباس خیلی جلو افتاده بودیم و با مقدار پول کمی که داشتیم تونستیم با خرید 1 یخچال و 1 دست مبل و 1 تخت تاشو زندگی تازمون رو شروع کنیم. یه ویژگی خیلی مهمی که اون آپارتمان نقلی داشت این بود که 1 گاز رومیزی و هود داشت و این کار ما رو خیلی راحت تر کرده بود. با اینکه خبری از وسایل برقی و تکنولوژی مثل جارو برقی و ماشین لباسشویی و ظرفشویی و این راحتی ها نبود، اما شیرین ترین لحظات زندگیمون توی اولین خونه مجردیمون برامون ساخته شد. شاید اگر کسی از بیرون به زندگی من نگاه میکرد چیز زیادی برای شکرگزار بودن و شاد بودن پیدا نمیکرد، اما برای من بوی بهشت میداد و من این احساس رضایت و خوشنودی رو نه از داشته ها و ظاهر زندگیم بلکه از درون خودم دریافت میکردم. هر روز مثل 1 پرنده آوازخون که فقط در اون لحظه است شاد و سبکبال هر صبح هم رو با پیاده روی و شکرگزاری عمیق و پر احساس شروع می کردم. هر روز با خودم ساعتها قوانین و باورها رو مرور می کردم. شاید اگر کسی از کنار من رد می شد فکر می کرد که دیوونه شدم. اشعار مولانا رو با صدای بلند با خودم تکرار می کردم و هر بار شاد و پر از امید می شدم. گفتی که مستت می کنم، پر زان چه هستت می کنم. گفتم چگونه، از کجا؟ گفتی که تا گفتی خودآ. گفتی که درمانت دهم، بر هجر پایانت دهم. گفتم چگونه، کی خواهد این؟ گفتی صبوری بایدین. با درد بساز که دوای تو منم، در کس منگر که آشنای تو منم. گر کشته شدی نگو که من کشته شدم، شکرانه بده که خونبهای تو منم. با تکرار این اشعار دلم قرص می شد، پر از امید، شادی. هر روز نگاهم بیشتر به خدا دوخته می شد. خدایا خدایا، من تو رو باور دارم، من فقط به تو امید دارم، فقط از تو میخوام، تو برام درست کن، تو برام بساز که تو که بسازی همه چیز قشنگ میشه. همه باورهای خوبم رو روزی 100 بار با خودم تکرار میکردم. من ارزشمندم، من لایقم، من دوست داشتنیم، من شگفت‌انگیزم، من خالقم. زندگی پر از نعمت، پر از ثروته که میتونه از بی نهایت راه وارد زندگی من بشه. ارتباط زیادی با بیرون از خودم نداشتم.
گهگداری با عزیزانی که داشتم مثل آخر هفته ها رو میگذروندم. فقط میخواستم که شاد باشم. فقط جاهایی میرفتم که بتونم آرامش و شادی بیشتری داشته باشم. روابطم رو با آدم‌ها خیلی کم کرده بودم برای اینکه بتونم ورودی هایی که خودم میخواستم رو به ذهنم بدم. مدام به خوبی ها، زیبایی ها، اتفاقات خوب تمرکز میکردم. هر اتفاق، هر چند کوچیک و بی اهمیت، اما اتفاق خوبی که برام رخ میداد به حساب کمک خدا میذاشتم. مدام او رو در هر دستی که به من کمک یا مهربونی میکرد میدیدم و هر روز بیشتر سعی میکردم دیگه هرگز به گذشته و اتفاقات تلخش که از سر گذرانده بودم فکر نکنم و همین حال منو روز به روز عالی و عالی تر میکرد. هر روز با خودم تکرار میکردم: من همه آدم‌های زندگیم رو میبخشم. من خودم رو میبخشم. من همسرم رو میبخشم. من رها میکنم همه چیز و همه کس رو. با اینکه برام سخت بود، هر روز خودم رو موظف میکردم به چند نکته خوب و مثبت در همسرم و آدم‌هایی که به من بدی کرده بودن اشاره کنم و اونها رو به یاد بیارم. من نمیدونستم اون روزها با انجام همین تمرین و کار ساده داشتم چه زنجیرهایی رو از دست و پای خودم باز میکردم و هر بار ذهن و روح دربند و اسارتم رو آزاد و آزادتر میکردم. ما خبر نداریم با هر اتفاق تلخی که در زندگی باهاش روبرو میشیم چه ترس‌ها و احساسات منفی رو در ذهن انسانیمون بایگانی میکنیم و هر روز که میگذره رهایی از اونها سخت و سخت‌تر میشه. ما هرگاه کسی با ما رفتاری نادرست و اشتباه داشته باشه در زندگی به خودمون میگیریم و هر بار از خودمون و اون آدم آزرده خاطر میشیم و از خودمون این خود نازنین درونمون دور و دورتر: آره من خوب نیستم، من زیبا نیستم، من کافی نیستم، من ارزشمند و لایق نیستم، وگرنه اون آدم با من این رفتار ناشایست رو نمی کرد. اما حالا یاد گرفته بودم با ذهن و افکار و باورهای انسانیم که آشنا شده بودم دیگه بهش اجازه نمی دادم منو فریب بده و اسیر خودش کنه. هر روز حال منو بد و بدتر کنه. حالا دیگه این من بودم که به ذهنم می آموختم و ازش می خواستم به چیزهایی که من دوست دارم توجه کنه. به زیبایی ها، به نعمت ها، به زیبایی هایی که در زندگی و در آدم هاست و با این کار هر روز خودم رو در آرامش و صلحی بیشتر قرار می دادم و اتفاقات زیباتری رو برای خودم رقم می زدم. یک شب دوباره خواب عجیبی دیدم، اما این بار با همه خوابها و رویاهای قبلیم فرق می کرد. تا به حال چنین اتفاق شگفت‌انگیزی رو نه شنیده بودم و نه خودم تجربه کرده بودم. یک شب که به خواب عمیقی فرو رفته بودم دیدم که توی خواب انگار که صدایی مدام میگه: پاشو پاشو پاشو. با اینکه کسی رو در خواب نمیدیدم، انگار اون نیرو هر چی که بود منو تکون میداد و از من میخواست که از خواب بیدار بشم و من از خواب بیدار شدم و بقیه ماجرا کاملا در بیداری من رخ داد. قرولند کنان با خودم گفتم: پاشم چه کار کنم؟ خوابم میاد. و دوباره با ناباوری اون صدا رو شنیدم که به من میگفت: پاشو بنویس. گفتم: چی بنویسم؟ گفت: برو قلم و کاغذ رو بردار، هر چیزی که من میگم بنویس. شاید با خودتون فکر کنید اون شب یا در خوردن زیاده روی کرده بودم یا خیلی دچار وهم و خیالات ذهن شده بودم، اما اینطور نبود. همه چیزهایی که گفتم عین واقعیت بود. نصف شب نیرویی منو از خواب بیدار کرده بود و از من میخواست چیزی رو یادداشت کنم. با همون چشمهای خوابالود نیمه باز توی تاریکی به سمت دفتر و خودکارم رفتم که همیشه گوشه اتاقم حاضر بود. تون شروع کردم به نوشتن. در اون حالت حتی از خودم سوال نمی کردم که چه کسی و از کجا داره میگه و من فقط با سرعت می نوشتم تا کلمه‌ای رو جا نندازم. بعد از چند دقیقه دیدم دیگه صدایی نمیاد. این بود که فوراً خودکار رو به طرفی پرتاب کردم و با سرعت برگشتم سر جام تا بخوابم، بدون اینکه لحظه‌ای فکر کنم که داره چه اتفاقی رخ میده. فوراً به خوابی عمیق فرو رفتم.
صبح تا چشمهامو باز کردم اولین چیزی که به ذهنم اومد اتفاق دیشب بود. با خودم گفتم دیشب من بلند شدم و چیزهایی رو نوشتم. به سرعت با ناباوری به سمت دفترم خیز برداشتم و دیدم درسته. واقعا چیزهایی که به درستی نمیدونستم چی هستن رو روی برگه‌ای با دستخط خودم نوشته بودم. به خاطر تاریکی اتاق نوشته ها در هم و بر هم و در یک خط کج و ماوج خطی وارد خط دیگه ای شده بود. در اتاق رو بستم و شروع کردم به پاک نویس کردن مطالبی که دیشب نوشته بودم. داشتن دوست نعمتی زیباست، اما دوستی تو با زندگی زیباترین تو را می سازد. زندگی همان خیشتن خیش است که همواره با توست و لحظه تو را ترک نمی کند. او همواره با تو خواهد ماند، در غم و شادی، در سختی و راحتی. زندگی بهترین دوست و همدم و همراه توست که همیشه برای تو بهترین ها را می سازد. در نظر اول برام یک متن ادبی بسیار زیبا می اومد. اون شب نمیدونستم که خدا داره به شیرین ترین و ساده ترین زبان ممکن خودش رو برام توضیح میده و من غرق در شادی و حیرت از این اتفاقی که برای اولین بار توی عمرم تجربه کرده بودم تا مدتها گیج و منگ بودم. آخه مگه میشه؟ مگه داریم؟ چطور اون منو از خواب بیدار کرد؟ از درون باهام صحبت میکرد و من تون مینوشتم و صبح که از خواب بیدار میشم با چنین نوشته پرمعنایی روبرو میشم. هنوز سرمست از این اتفاق حیرت انگیز و باور نکردنی بودم که درست 3 شب بعد دوباره عین همین اتفاق رخ داد. من مست خواب بودم و همون صدا اصرار در بیدار کردن من داشت. جالب اینجاست که بگم در اون زمان اصلا چیزی به یاد نمی آوردم که قبلا هم چنین اتفاقی رو تجربه کردم. یعنی اون لحظه انگار هیچ ذهنی برای فکر کردن وجود نداشت. مدام منو تکون میداد و میگفت پاشو بنویس. دوباره قرولند کنان به سمت دفتر خودکارم رفتم و با چشمهای نیمه باز و نیمه هوشیار تون مشغول نوشتن شدم و به محض اینکه صدا قطع شد به سرعت برگشتم که دوباره بخوابم و صبح دوباره بلافاصله بعد از بیدار شدن به یاد آوردم که دیشب چیزی نوشتم. به سرعت به سمت اون طرف اتاق رفتم و دوباره با ناباوری دیدم که بله روی کاغذ سفید نوشته‌ای به چشم میخوره. دوباره پاک نویسش کردم تا خواناتر بشه. با خودم نوشته ها رو زمزمه کردم تا ببینم این بار درباره چه چیزی با من سخن گفته. امروز من زیباست و فردای من زیباتر. امروز با لذت بردن از آن راه فردایم را هموارتر می سازم. در اندیشه و خیال خیش می نویسم هر آنچه را که دوست دارم. با مرکب خیال می نگارم هر آنچه را که باید. زیباتر از امروز، زیباتر از فردا. به راستی که خیلی زیبا بود، اما با نگاه اول به این متن زیبا نمیتونستم دقیقاً بفهمم که این جملات چه فهم و درکی رو سعی دارن به من بیاموزن و من ماها سرمست از این اتفاق شگفت‌انگیز که برام رخ داده بود. هرچه که میگذشت خدا بهتر و بیشتر با من ارتباط برقرار میکرد، همونطور که من تمام روز و شبم اختصاص پیدا کرده بود به او، به فهمیدنش، به شناختنش، به اینکه بتونم درک کنم این زندگی داره چطور رقم میخوره، باید چه کار کرد، چطور میتونم زندگی راحت‌تر و شیرین‌تری رو برای خودم رقم بزنم. با اینکه نمیدونستم داستان زندگی قراره به کجا برسه، اما هر روز تمام سعی و تلاشم رو میکردم که آموزه های استادم رو آویزه گوشم کنم. مقدار پول اندکی که همسرم به عنوان خرجی برای من و دخترم میفرستاد کفاف زندگیمون رو نمیداد، اما این بار به جای غر زدن و شکایت کردن تصمیم گرفته بودم آستین هام رو بالا بزنم و کاری انجام بدم، کاری که انجامش هم بتونه منو غرق در لذت و شادی کنه و هم کاری کنه که گذر روزها و ماها رو متوجه نشم و همین که در گذراندن خرج و مخارج زندگی کمک هزینه ما باشه.
سالها پیش قبل از اینکه به تهران مهاجرت کنیم، دقیقاً اون سالهایی که همسرم دیگه دست از زندگی و من و بچه‌ها کشیده بود و کمتر به امور خونه و زندگی و نیازهای ما توجه می‌کرد، من ایده‌ای به ذهنم اومد. من که می‌دیدم خرج و مخارج اولیه و ضروری زندگی مثل خوردن و پوشاک و هزینه بچه‌ها شوخی که نیست، تصمیم گرفتم در کنار کار منزل و رسیدگی به امور خونه و اداره زندگی که سالها به دوش خودم بود، کاری کنم که بتونه مقداری از زندگی رو برای ما راحت تر کنه و درآمدمون رو افزایش بده. پایان قسمت 17.